در بازار روستا مرد فقیری فقط نان خودش را کنار بوی کباب گرفت تا لقمه‌اش کمی خوشبوتر شود. نه دستی به کباب زد، نه چیزی برداشت. اما کباب فروش ناگهان فریاد زد: این مرد از بوی کباب من استفاده کرده. باید پولش را بدهد. مردم خندیدند. اما دعوا جدی شد. حالا همه منتظر بودند ببینند ملا نصرالدین برای چیزی که دیده نمیشد اما همه آن را حس کرده بودند چه حکمی میدهد. آن روز در بازار روستا دعوا نه بر سر زمین بود، نه بر سر گوسفند، نه بر سر پولی گم شده. دعوا بر سر بوی یک سیخ کباب بود. صبح آفتابی و روشنی بود. بازار ده از همان اول صبح جان گرفته بود. دکاندارها جلوی مغازه‌هایشان ایستاده بودند و هر کس به شیوه خودش مشتری صدا می‌زد. یک طرف پارچه‌های رنگی از طناب آویزان بود و در نور آفتاب برق می‌زد. یک طرف دیگر میوه فروش، هندوانه و زردآلو روی هم چیده بود. صدای خنده بچه‌ها، صدای برخورد استکان‌ها، صدای فروشنده‌ها و بوی نان تازه و ادویه همه بازار را زنده و شاد کرده بود. در میان این شلوغی مردی به نام هاشم آرام از کوته بازار وارد شد. هاشم مرد فقیری بود، اما دستش جلوی کسی دراز نبود. صبح تا غروب کار می‌کرد، عرق می‌ریخت و نانش را از بازوی خودش در می‌آورد. آن روز از صبح زود برای باربری به باغ بالای ده رفته بود، اما صاحب کار گفته بود: امروز پول خورد همراه هم نیست، فردا بیا مزد کارت را بگیر. هاشم چیزی نگفته بود، فقط سری تکان داده و برگشته بود. در جیبش پولی نبود، در دستش هم فقط یک تکه نان بود که صبح از خانه برداشته بود تا ظهر با همان سر کند. آرام از میان بازار می‌گذشت که ناگهان بوی خوشی به مشامش خورد. ایستاد. سرش را بلند کرد. چند قدم آن طرفتر دود کبابی نرم و خوشرنگ از منقل استاد جلال کبابی بالا می‌رفت. سیخ‌های کباب روی آتش جلز و بلز می‌کرد و بویش تا چند دکان آن طرفتر هم می‌رسید. هاشم بی اختیار لبخند زد. به نان داخل دستش نگاه کرد، بعد به کباب‌ها. شکمش از صبح خالی بود، اما غرورش از شکمش بزرگتر بود. نه اهل خواهش بود، نه اهل گدایی. چند لحظه همانجا ایستاد. بعد آرام جلو رفت. کنار منقل استاد جلال ایستاد. نانش را کمی بالا گرفت تا گرمای دود و بوی کباب به آن برسد. نه به سیخ دست زد، نه چیزی خواست، نه حرفی زد. فقط خواست نان ساده‌اش کمی خوشبوتر شود. لقمه ای از نان کند، آهسته جوید و زیر لب گفت: خدایا، تو طعم نان را هم با بو شیرین می کنی. اما هنوز لقمه از گلویش پایین نرفته بود که ناگهان صدای بلندی در بازار پیچید. ای مردم! ای مردم! بیایید ببینید! هاشم جا خورد. سرش را بالا آورد. استاد جلال با چشمان گرد و ابروهای بالا رفته از پشت منقل بیرون آمده بود و با انگشت به هاشم اشاره می کرد. این مرد از کباب من خورده. چند نفر برگشتند. یکی گفت: کجا خورده؟ من که ندیدم. استاد جلال با حرارت گفت: خود کباب را نه، اما بوی کباب مرا خورده. نانش را گرفته بالای منقل من. یک لحظه سکوت شد. بعد چند نفر خندیدند. یکی از جوانهای بازار گفت: جلال، از امروز باید برای سایه دیوار دکانت هم کرایه بگیری. چند نفر دیگر خندیدند، اما استاد جلال اصلاً شوخی نداشت. دست به کمر زد و گفت: خیر، من از صبح زغال خریدم، گوشت خریدم، نمک و پیاز خریدم. دود و بوی این کباب هم مال من است. این مرد نانش را با بوی کباب من خورده، باید حق من را بدهد. هاشم که از همه جا بی خبر مانده بود با تعجب گفت: جلال، من که چیزی از کباب تو بر نداشتم، فقط نان خودم را خوردم. استاد جلال گفت: نان خودت را خوردی، اما با بوی کباب من. اگر بوی کباب نبود، نانت همان نان ساده بود، پس مزه‌اش را از من گرفته ای. این بار خنده مردم بیشتر شد، اما هاشم نخندید.
صورتش کمی سرخ شد. مرد آرامی بود، اما از این حرف دلش گرفت. با صدای آهسته گفت: آدم اگر انصاف نداشته باشد، حتی از بوی هوا هم طلبکار می شود. ننه‌ای که همان نزدیکی سبزی می فروخت، یعنی ننه گلنار، سرش را بلند کرد و گفت: راست گفتی پسرم. طمع اول چشم آدم را کور می کند، بعد عقلش را. استاد جلال رو به ننه گلنار کرد و گفت: شما در کار ما دخالت نکن ننه، اینجا حق من خورده شده. ننه گلنار لبخند تلخی زد و گفت: حق پسرم؟ حق چیزی است که اگر زیاد بگیری دیگر حق نیست، حرص است. مردم آفرین گفتند، اما استاد جلال همچنان کوتاه نمی آمد. جلو آنیم و راه هاشم را بست. تا حساب مرا ندهی از اینجا نمی روی. هاشم با تعجب گفت: کدام حساب؟ من که پولی ندارم و اصلاً چیزی از تو نخریدم. استاد جلال با لحن پیروزمندانه‌ای گفت: پس خودت اعتراف کردی که پول نداری. برای همین آمده ای از بوی کباب من استفاده کنی. جوانی از میان جمع گفت: جلال، اگر کسی از جلوی عطر فروشی رد شود و بوی عطر به لباسش بخورد، باید پول بدهد؟ مرد دیگری گفت: اگر من کنار نانوایی بایستم و بوی نان به دماغم بخورد، نانوا یقه‌ام را میگیرد؟ بازار از خنده لرزید، ولی استاد جلال با اخم گفت: شما همه مسخره کنید، اما من حقم را میخواهم. اگر امروز جلوی این کار گرفته نشود، فردا هر کس میآید نانش را کنار منقل من میگیرد. هاشم آهی کشید. به نان باقی مانده در دستش نگاه کرد. اشتهایش کور شده بود. بعد سرش را بلند کرد و گفت: جلال، خدا روزی رسانه است. کسی از بوی کباب تو سیر نمی شود. من فقط نان خودم را خوردم. اما اگر تو از بوی کبابت هم پول می خواهی، من دیگر حرفی ندارم. ببر هر جا می خواهی قضاوت کنه. در همان لحظه میرزا خلیل که ریش سفید بازار بود و همه او را مردی آرام و منصف می دانستند، از آن سوی کوچه رسید. مردم که او را دیدند راه باز کردند. میرزا خلیل با صدای آرامش گفت: اینجا چه خبر است؟ از صبح صدای شما تا سر بازار رفته. یکی از مردها با خنده گفت: میرزا، امروز دعوا بر سر بوی کباب است. میرزا خلیل اول خیال کرد شوخی می کنند، اما وقتی ماجرا را شنید چند لحظه ساکت ماند. به هاشم نگاه کرد، بعد به استاد جلال، بعد به نان دست هاشم، بعد به منقل کباب. ابروهایش بالا رفت. یعنی تو میگویی این مرد باید پول بوی کباب را بدهد؟ استاد جلال با اعتماد گفت: بله، انصاف همین است. میرزا خلیل کمی فکر کرد. از یک طرف میدانست حرف استاد جلال خنده‌دار است. از طرف دیگر اگر همانجا بی حساب و کتاب چیزی میگفت، استاد جلال تا غروب بازار را روی سرش میگذاشت. مردد ماند، ریشش را خاراند و گفت: این دعوای عجیبی است. نه شبیه خرید و فروش است، نه شبیه دزدی. حکم این یکی از دست من بیرون است. یکی از بچه‌ها با ذوق گفت: پس فقط یک نفر میتواند حلش کند. چند نفر با هم گفتند: ملا نصرالدین. ناگهان همهمه ای از شوق در جمع افتاد و چند نفر خندیدند. یکی گفت: اگر این دعوا دست ملا نیفتد، حیف است. پیش از آن که به ادامه این داستان هیجان انگیز برسیم و ببینیم ملا نصرالدین چگونه میان بوی کباب و حق یک مرد فقیر قضاوت می کند، می خواهم بدانم شما ما را از کجا دنبال می کنید و آیا باور دارید که انصاف حتی اگر دیر برسد بالاخره راه خودش را پیدا می کند؟ استاد جلال سینه‌اش را جلو داد و گفت: قبول. هر حکمی ملا بدهد من میپذیرم، چون حق با من است. هاشم آرام گفت: من هم میپذیرم. آدم اگر دلش پاک باشد از قضاوت نمیترسد. ننه گلنار زیر لب گفت: بعضیها از گرسنگی نان میخورند، بعضیها از حرص آبروی خودشان را. میرزا خلیل رو به چند جوان کرد و گفت: بروید ملا نصرالدین را خبر کنید. بگویید بازار روستا امروز گرفتار حسابی شده که نه ترازو میشناسد
نه دفتر، نه دکان. جوانها با خنده دویدند. مردم هم دور منقل و دکان جمع‌تر شدند. هر رهگذری که از بازار می‌گذشت با دیدن آن جمعیت می‌ایستاد و از بغل دستیش می‌پرسید چه شده؟ یکی با خنده جواب می‌داد می‌گویند امروز دعوا بر سر بوی کباب است. همه منتظر بودند ببینند ملا نصرالدین برای بوی کباب چه حکمی می‌دهد و هیچ کس نمی‌دانست تا چند دقیقه دیگر صدای چیزی در بازار می‌پیچد که از صدای خنده مردم هم بلندتر خواهد شد. بازار هنوز در همهمه بود. مردم دور دکان استاد جلال جمع شده بودند. بعضیها با خنده ماجرا را برای تازه واردها تعریف می‌کردند. بعضیها با تعجب به هاشم نگاه می‌کردند و بعضیها هم زیر لب می‌گفتند عجب دوره‌ای شده. آدم اگر نفس هم بکشد شاید یکی بیاید پول هوا را بخواهد. استاد جلال کنار منقل ایستاده بود و با قیافه‌ای جدی سیخ‌های کباب را زیر و رو می‌کرد. اما چشمش مدام به هاشم بود. انگار می‌ترسید هاشم دوباره از بوی کبابش استفاده کند. هاشم کمی آن طرفتر ایستاده بود. نانش هنوز در دستش بود، اما دیگر میلی به خوردن نداشت. نه از ترس، نه از خجالت. دلش گرفته بود. با خودش فکر می‌کرد آدم فقیر اگر نان بخورد میگویند چرا خوردی؟ اگر نخورد میگویند چرا گرسنه‌ای؟ اگر حرف بزند میگویند پرروست. اگر ساخت بماند میگویند مقصر است. در همین وقت صدای بچه‌ها از ابتدای بازار بلند شد. ملا آمد! ملا نصرالدین آمد! مردم راه باز کردند. ملا نصرالدین آرام با خرش از میان جمع گذشت. چهرهش همیشه آرام بود، اما گوشه لبش لبخندی داشت. لبخندی که آدم نمیفهمید از شوخی است یا از دانایی. میرزا خلیل جلو رفت و گفت ملا جان، خدا تو را رساند. امروز بازار گرفتار حکمی شده که نه در کتاب دیده ایم نه در دفتر حساب. ملا نگاهی به جمع کرد و گفت پس حتما یا دعوا خیلی بزرگ است یا عقل مردم خیلی کوچک شده. چند نفر خندیدند. استاد جلال اخم کرد. ملا رو به او کرد و پرسید تو شاکی هستی؟ استاد جلال با غرور گفت بله ملا، حق من خورده شده. ملا با جدیت گفت حق چیز کمی نیست. اگر حق تو خورده شده باشد باید برگردد. بگو ببینم چه شده. استاد جلال کمی جلو آمد. سینه‌اش را صاف کرد و گفت این مرد هاشم آمد کنار منقل من، نان خودش را گرفت روی بوی کباب من و خورد. یعنی از کباب من استفاده کرد بدون اینکه پول بدهد. ملا با دقت به حرفش گوش داد. بعد پرسید آیا دستش به کباب خورد؟ استاد جلال گفت نه. ملا پرسید آیا تکه‌ای از کباب تو برداشت؟ نه. آیا سیخی از منقل کم شد؟ نه. پس چه چیزی از تو گرفت؟ استاد جلال با تأکید گفت بوی کباب مرا گرفت. ملا سرش را به نشانه فهمیدن تکان داد و گفت ها، پس دعوا بر سر بوست. بعد رو به هاشم کرد. تو چه میگویی؟ هاشم دستش را روی سینه گذاشت و گفت ملا جان، من نه کبابی برداشتم نه چیزی خواستم. پولی نداشتم، فقط نان خودم را کمی کنار بوی کباب گرفتم. اگر این هم گناه است من شرمنده‌ام. ملا با آرامش گفت گسنه‌نگی گناه نیست پسرم، اما بی انصافی چرا؟ استاد جلال فوری گفت دیدید؟ خود ملا گفت بی انصافی گناه است، پس حق با من است. مردم خندیدند. ملا آرام دستش را بالا آورد و گفت عجله نکن استاد جلال. بعضیها قبل از شنیدن حکم برای خودشان کف میزنند. بعد که حکم آمد دنبال در خروجی میگردند. خنده مردم بلندتر شد. استاد جلال کمی سرخ شد، اما هنوز کوتاه نیامد. ملا چند قدم دور منقل راه رفت، بعد دود کباب را با دست کنار زد و گفت پرو جلال، این دود هم مال توست؟ استاد جلال گفت البته که مال من است. از منقل من بلند می شود. ملا گفت پس اگر دودت برود توی چشم مردم باید پول دوا بدهی؟ جمعیت از خنده ترکید.
حتی میرزا خلیل هم نتوانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. استاد جلال دستپاچه گفت: نه، آن فرق دارد. دود خودش می رود. ملا گفت: بو هم خودش می رود. مگر تو بوی کباب را در کیسه کرده بودی و این مرد کیسه اش را دزدیده؟ بازار دوباره خندید، اما ملا این بار جدی شد. بخندید، اما یادتان باشد هر خنده‌ای هم حکمی دارد. امروز اگر کسی برای بوی کباب پول بگیرد، فردا یکی برای سایه دیوارش پول می‌خواهد. پس فردا یکی برای تماشای باغش. طمع اول از چیزهای کوچک شروع می‌کند. بعد کم کم آدم را به جایی می‌رساند که برای نفس کشیدن دیگران هم حساب باز کند. ننه گلنار که کنار سبد سبزی‌هایش نشسته بود، زیر لب گفت: خدا خیرت بده ملا. حرف حساب را با لبخند گفتی. ملا دوباره رو به استاد جلال کرد و گفت: با این حال من می‌خواهم حق تو را بدهم. استاد جلال ناگهان خوشحال شد. سرش را بالا گرفت و گفت: شنیدید؟ ملا گفت حق مرا می‌دهد. هاشم نگران شد. آهسته گفت: ملا جان، من پولی ندارم. ملا گفت: تو ساکت باش هاشم. هر حقی پرداخت خودش را دارد. بعد ملا دست در جیبش برد و چند سکه بیرون آورد. سکه ها در نور آفتاب برق زدند. مردم ساکت شدند. همه فکر کردند ملا واقعاً می‌خواهد پولی به استاد جلال بدهد. استاد جلال دستش را جلو آورد. ملا پرسید: جلال، تو گفتی این مرد بوی کباب تو را خورده، درست است؟ استاد جلال گفت: درست است. ملا گفت: چون چیزی که او گرفته بو بوده. چیزی هم که تو میگیری باید همجنس همان باشد، نه خودش، بلکه اثرش. استاد جلال چیزی نفهمید، اما گفت: هرچه شما بگویی ملا. ملا سکه ها را داخل مشت خود گرفت، نزدیک گوش استاد جلال برد و آرام تکان داد. جرینگ، جرینگ، جرینگ. صدای سکه ها در بازار پیچید. ملا گفت: شنیدی؟ استاد جلال با تعجب گفت: بله، شنیدم ملا. ملا سکه ها را دوباره در جیبش گذاشت و گفت: حسابت پرداخت شد. استاد جلال خشکش زد. چی؟ کدام حساب؟ ملا با خونسردی گفت: او بوی کباب تو را گرفت. تو هم صدای پول مرا گرفتی. بوی کباب در برابر صدای سکه حساب برابر است. یک لحظه سکوت شد. بعد بازار از خنده منفجر شد. بچه ها دست می زدند. مردها می خندیدند. چند نفر از شدت خنده روی زانو خم شده بودند. میرزا خلیل سرش را تکان میداد و می گفت: به خدا حکم از این عادلانه تر نمی شد. اما استاد جلال عصبانی شد و گفت: این که پول نشد ملا. من فقط صدایش را شنیدم. ملا فوری گفت: او هم فقط بویش را شنید و چشید. نه کبابی خورد، نه سیخی برداشت. وقتی تو برای چیزی که ندادی پول می‌خواهی، چرا برای چیزی که نگرفتی ناراحت می‌شوی؟ استاد جلال دهان باز کرد که جواب بدهد، اما چیزی پیدا نکرد. نگاهش از هاشم به مردم، از مردم به منقل و از منقل به سکه‌های داخل جیب ملا چرخید. کم کم فهمید همه بازار نه فقط به او می‌خندند، بلکه از او درس گرفتند. ملا آرامتر شد و گفت: جلال، کاسبی با زرنگی زنده نمی‌ماند، با انصاف زنده می‌ماند. مشتری شاید امروز از تو بخرد، اما اگر دلش از تو برنجد، فردا از کنار دکانت هم رد نمی‌شود. رزق را فقط گوشت و زغال زیاد نمی‌کند، دل پاک هم برکت می‌آورد. استاد جلال سرش را پایین انداخت. صدایش دیگر آن تیزی اول را نداشت. ملا، شاید زیاده روی کردم. ملا گفت: زیاده روی از همانجا خطرناک می شود که آدم اسمش را حق می گذارد. این جمله مثل سنگی کوچک در آب افتاد و موجش در دل همه پیچید. چند نفر دیگر خندیدن را کنار گذاشتند و ساکت شدند، چون هر کدام یاد چیزی افتاده بودند. جایی که شاید خودشان هم بیشتر از حدشان خواسته بودند. هاشم آرام گفت: ملا جان، من قصد بدی نداشتم. ملا رو به او کرد و گفت: میدانم، اما تو هم یادت باشد آدم آبرومند اگر نیاز داشت خجالت نکشد که بگوید گرسنه است. کمک خواستن از آدم خوب ننگ نیست. ننگ آن است که آدم سیر باشد و درد گرسنه را نفهمد. هاشم سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. چشمهایش کمی تر شد،
اما لبخند کوچکی روی صورتش نشست. ننه گلنار از جای خود بلند شد. یک مشت سبزی تازه برداشت و به طرف هاشم آمد. گفت: بگیر پسرم، نانت را تنها نخور. نان وقتی با مهربانی همراه شود، از هر کبابی خوشمزه تر است. هاشم خواست قبول نکند، اما ننه گلنار با مهربانی گفت: این خرید و فروش نیست، دل است. دل را پس نمی دهند. مردم لبخند زدند. استاد جلال چند لحظه به این صحنه نگاه کرد. بعد ناگهان برگشت، یک سیخ کباب از منقل برداشت، داخل نان گذاشت و آن را به طرف هاشم گرفت. هاشم، این یکی مهمان من. بازار ساکت شد. هاشم با تعجب نگاه کرد. استاد جلال آهسته گفت: نه برای اینکه مردم نگاه می کنند. برای اینکه امروز فهمیدم بوی کباب من شکم کسی را سیر نمی کند. اما شاید دل من را امتحان کند. ملا لبخند زد. هاشم نان را گرفت و گفت: خدا به کسبت برکت بدهد استاد جلال. ملا گفت: همین شد. دعوا با بوی کباب شروع شد، اما با بوی انصاف تمام شد. میرزا خلیل خندید و گفت: ملا جان، پس حکم نهایی چه شد؟ ملا با صدای بلند گفت: حکم نهایی این است. از امروز در این بازار هیچ کس برای بوی غذا پول نمی گیرد. هیچ کس برای سایه دیوار طلبکار نمی شود و هیچ کس فقر آدمی را دلیل بی‌آبرویی او نمی داند. مردم گفتند: آفرین. ملا ادامه داد: و هر کس خواست بیشتر از حقش بگیرد، اول صدای سکه را بشنود و یادش بیفتد که حد بیجا پرداخت بیجا دارد. از آن روز به بعد هر وقت در بازار کسی بیش از اندازه چانه می‌زند یا حق ناحقی می‌خواست، یکی از گوشه بازار چند سکه را تکان می‌داد. جیرینگ جیرینگ و همه می‌خندیدند. اما پشت آن خنده یک یادگاری بزرگ مانده بود. اینکه آدم گاهی برای چیز کوچکی طمع می‌کند، اما همان چیز کوچک آبروی بزرگی از او می‌برد. ننه گلنار همان روز وقت جمع کردن بساطش گفت: دنیا با نان میچرخد، اما با انصاف شیرین می شود. و ملا نصرالدین در حالی که آرام از بازار دور می شد، زیر لب گفت: خدایا، به ما دلی بده که اگر نمی تواند کبابی به کسی بدهد، لااقل بوی آن را هم از او دریغ نکند. این داستان به ما یاد داد که گاهی طمع آدم را از انصاف دور می کند. آنقدر دور که دیگر فرق میان حق و زیاده خواهی را نمی فهمد. در زندگی همیشه لازم نیست حق را با فریاد ثابت کنیم. گاهی یک حرف درست، یک رفتار عاقلانه و یک قضاوت منصفانه می تواند حقیقت را روشن کند. آدم دانا کسی نیست که فقط جواب بدهد. آدم دانا کسی است که طوری جواب بدهد که دیگران هم از آن درس بگیرند. این حکایت به ما یاد داد فقیر بودن عیب نیست، اما بی‌انصافی عیب است. دست خالی داشتن شرم نیست، اما دلی که از مهربانی خالی باشد جای شرم دارد. اگر روزی کسی را در تنگنا دیدیم، پیش از قضاوت کردن یادمان باشد شاید خدا او را سر راه ما گذاشته تا انسانیت ما را امتحان کند. پس در زندگی نه به خاطر دارایی مغرور شویم، نه به خاطر نداری کسی را کوچک بشماریم. برکت واقعی همیشه در مال زیاد نیست. گاهی در انصاف، گذشت و مهربانی پنهان شده است. لایک را فراموش نکنید. سابسکرایب کنید تا داستان‌های جدید را از دست ندهید. حمایت شما باعث می شود داستان‌های بیشتر و بهتری برایتان آماده کنید.